برای داشتن رب انار، بعد از اینکه انارها رو خوب شستیم و دون کردیم، آب اونا رو میتونیم با آب میوه‌گیری یا هر دستگاه دیگه که در دسترستون هست بگیرین، یا به طریقه سنتی داخل کیسه بریزین با فشار دادن کیسه به وسیله پا یا اینکه وردنه. البته اگر با پا میخواین این کارو بکنین، حتما باید از چکمه مخصوص استفاده کنین که تمیز باشه و روی کیسه برین آب انار رو بگیرین، یا اینکه با وردنه روی کیسه بکشین و آب انار رو بگیرین. ولی بهترین روش خونگی من فکر میکنم اینه که بعد از اینکه انار رو دون کردیم با آب میوه گیری آب اون رو بگیریم، چون هسته های اون به هیچ عنوان تکه نمیشه و طعم خود انار رو حفظ میکنه. اگه توجه کنین میبینین که دونه های انار کاملا سالم موندن و قسمت آبدار اونها به وسیله آب میوه گیری آبش گرفته شده. و روی حرارت بذارین. ترجیحاً اگه تو ظروف پیرکس و لعابی باشه خیلی بهتره. حتما باشین که به محض جوش اومدن امکان سر رفتن آب انار هست. دیگه کم کم داره جوش میاد. البته فکر کنم رب اناری که بیرون تهیه میکنن یه مقداری توش آرد میزنن که من این کارو نمی کنم و میخوام یه رب انار خالص و ناب داشته باشم. رب کم کم داره غلیظ میشه و از اون حالت رقیقی کامل در اومده و یه مقدار زیادی نشست کرده. زمانی که رب انارمون به این شکل کف کرد و اومد بالا، زمانیه که آب اضافی اون گرفته شده و باید از روی حرارت برداریم، چون زمانی که سرد بشه غلظت بیشتری میگیره به خودش. 4 کیلو انار حدود نیم کیلو رب میده. فقط مراقب باشین که ته نگیره، به دلیل اینی که ربی که ته بگیره طعم اون عوض میشه و سیاه رنگ میشه. ببینین این یه رب قرمز پررنگ و خیلی هم خوش طعمه. اگر خواستین نمک بزنین توی رب انار، برای هر 10 کیلو انار یه قاشق مرباخوری سرصاف نمک کافیه و این اختیاریه، حتما نباید نمک بزنین.